درود بینندگان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ پای میگیریم. امروز چهارشنبه 9 ایون، عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. حکومت تاجیکستان از پول بانک جهانی به عائله‌های بسیار فقیر 500 سامانی تقسیم می‌کند. وزیر مالیه تاجیکستان گفت که این پول کی به دست مردم می‌رسد. دوام سال جاری خود در همکاری با وزارت تندرستی و اجنسی که مخصوص این سمت پیش می‌برد این مبلغ‌ها دسترسی آماده کرده میشه. بالاروی نرخ گاز مایع یک سوزشواری پر استفاده در تاجیکستان مسافران و تاکسیران‌ها را نگران کرد. یعنی گاز مقصد ارزون باشه که برای ما هم خوبه. کلید درآمدش میره. در تاجیکستان آمادگی به سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان ادامه دارد. مردم از این سفر چی میخواهند؟ من فکر کنم که آینده تاجیکستان و ازبکستان با خواهر دادر باشده پیشتر دوستی مستحکم شدن و پیشتر نقشه آن. وکیلان پارلمان تاجیکستان امروز طرحی را جانبداری کردند که از پول آن از جمله به 165,000 خانواده کمبزاعت 500 سامانی کمک یک دفعه‌ای تقسیم کرده می شود. این طرح بانک جهانی است که برای کم کردن پیامدهای ناگوار پاندمی و مبارزه با بیماری کووید 19 به تاجیکستان بیش از 21 میلیون دلار کمک رساند. همکاران ما شهلا عبدالله و مولا رجب یوسفی ضمن بررسی این سازشنامه در مجلس نمایندگان حضور داشتند. 145,000 دلار آمریکایی برای چاره‌بینی‌های اطلاعاتی و فرماندهی و 150,000 طرح کمک به عائله‌های کمبزاعت را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه در پارلمان معرفی کرد. با گفته وزیر، تاجیکستان از اساسیاسیون بین المللی رشد 21.2 میلیون دلار کمک رایگان می‌گیرد و قسمی از این پول را به عائله‌های کمبزاعت می‌دهند. 8.3 میلیون دلار آمریکایی برای جاری نمودن سیستم اطلاعاتی کمک‌های اجتماعی و پرداخت کمک پولی یک وقته اجتماعی به عائله‌های کم بضاعت که کودکان خردسال تا 7 ساله، کودکان از والدین محروم مانده و معیوب پیش بینی شده است. به اطلاع مقامات این کمک‌ها به زیاده از 165,000 عائله داده می‌شوند. حجم یاری یک دفعه‌ای 500 سامانی است. 3 گروه عائله‌ها از این کمک‌ها برخوردار خواهند شد. عائله‌های کمبزاعتی که در خانواده کودکانی تا سن 7 ساله دارند. دوم، خانواده‌های کمبزاعتی که یگان کودک معیوب تا 18 ساله دارند. سوم، مادران تنهایی که فرزندان تا سن 16 ساله دارند. در دوره این شهرنامه دوام سال جاری خود در همکاری با وزارت تندرستی و اجنسی که مخصوص این سمت پیش میبرد این مبلغ‌ها دسترسی آماده کرده میشه. در عهد پاندمی این بار دوم است که تاجیکستان با مبلغ سازمان‌های جهانی به عائله‌های کمبزاعت کمک می‌کند. پیش از این در چارچوب یک طرح بانک جهانی به 50,000 عائله کمبزاعت یاری یک دفعه‌ای رساندند. آن وقت نیز به عائله‌های کمبزاعت 500 سامانی داده شد. برخی ساکنان از تقسیم کمک‌ها ناراضگی کرده گفتند مبلغ‌ها به همه عائله‌های کمبزاعت نرسید. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده کمبزاعت هستند. در دوره پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمالاً شماره چنین خانواده‌ها بیشتر شده باشد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. قیمت گاز مایع سوزشواری پر استفاده در تاجیکستان بلند رفته از مرز 5 سامانی گذشته است. در قیاس با یک ماه پیش در فروشگاه‌های سوخت نرخ 1 لیتر گاز مایع تا 25 درم یا بیش از 8% بلند شده است. قسمت زیادی مواد سوخت تاجیکستان توسط ولایت سوخت دسترس می شود و گرانشوی در این ولایت به قیمت دیگر مال و محصولات و ارزش راهگیرا در تمام کشور تاثیر می‌گذارد. ادامه موضوع در گزارش فرزان محمدی. در یک هفته اخیر نرخ گاز مایع در خوجند تا 10% بلند شد. روز 8 ایون در اکثر نقطه‌های فروش سوزشواری نرخ 1 لیتر آن 5 سامانی و 15 درم بود و در مقایسه به یک ماه پیش تقریباً 50 درم گرانتر. فروشندگان این افزایش را شرح نمی‌دهند. رانندگان میگن آن به کم و گران شدن واردات بستگی دارد. خیلی منبع از جهت میلیون کیلومتر سال معامله ها ویران شد. شاید همین باشد. شاید خودش در حقیقت اونجا قیمت شده باشد.
راننده‌ها میگویند نرخ گاز در خوجند نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده به کار کیراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. مسافران نیز از بلندشوی راهگیران نگرانند. ما طرف فرسو با این متنشی شده اومدیم. اول میرفتیم 180 میرفتیم از گوش اومدیم 150 سومون خیلی لحظه باید بزرگمون هم میرسیم. نرخی گاز قیمت شده، بنزین هم قیمت شده. یعنی گاز مقصد ارزون باشه که برای ما هم خوبه. کلید در همش نمیره. ضمناً در شهر و نواحی سوخت نرخ 1 لیتر بنزین بلندصفت تا 9 سامانی و سوزشواری دیزلی به مرز 8.5 سامانی میرسد. در مقایسه با اولهای سال جاری گاز مایع، بنزین و سوزشواری دیزلی تا 2 سامانی بالا رفت. در ماه ینور گاز مایع همگی 4 سامانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سامانی فروخته میشد. شرکت‌های گازپروم، گازوئیل، آریا، راهی سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده‌های مواد سوزشواری در تاجیکستان به حساب می‌روند. در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواست‌های مونوپولیستان ساحه ربط می‌دهند، مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل قیمت‌شوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در ادامه موضوع گرانشوی نرخ‌ها رو می‌آوریم به قزاقستان که بیشتری گاز مایع را تاجیکستان از این کشور وارد می‌کند. ساکنان در قزاقستان نه از نرخ گاز بلکه از بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی شکایت دارند. واردات مال از قزاقستان به تاجیکستان کم نیست و از جمله مصالح ساختمان که در آینده می‌تواند باعث بالاروی نرخ مواد بناکاری در تاجیکستان هم شود. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را شهلوی گلخواجه تقدیم می‌کند. Аримбет Қанотбеков дар деҳаи Конияда хона месозад. Ӯ солҳо боз тарҳи бунёди манзилро кашидаву моҳои ахир чанд маротиба буҷаи беин ҳам хоксоронаи лоиҳаи сохтмони манзилашро қайчӣ кардааст. Аримбет бо сабаби гарон шудани нархи масолеҳи сохтмонӣ ҳатто аз кирояи бинокорон низ даст кашид. мо одамони оддии деҳотӣ ҳастем, даромади зиёд надорем. барои харидории масолеҳи сохтмонӣ маблағи зиёд лозим аст. ҳама чиз гаронтар мешавад, ҳарчанд ҳамин масолеҳ дар дохил истеҳсол карда мешаванд. ман танҳо дар марҳилаи аввал аллакай зиёд аз 1 миллион танга сарф кардам. ба гуфтаи сокинони дигари Коянда ки низ дар деҳа ба бунёди манзил машғуланд, беш аз ҳама қимати арматура боло рафтааст, тақрибан 2.5 маротиба. вақте хабарнигорони настоящи время талош карданд нархҳо дар бозори калонтарини Биг Шанхайро ба навор бигиранд, дарбонҳо монеа эҷод карданд. навор набардоред, охир инҷо минтақаи хусусӣ аст. ҳеҷ кас бароятон иҷозаи наворгириро надодааст. طبق اطلاع رسمی نرخ محصولات ساختمانی در قزاقستان از اول سال از 16% بیشتر نشده است، ولی آمار پیشنهادی مقامداران نه همیشه به واقعیت درست می آید. احتمالاً سوداگران بین خود مصلحت کردند. اگنتی حفظ و رشد رقابت وعده داده است که این مسئله را تحقیق خواهد کرد. طبق кодекси соҳибкорӣ давраи таҳлил на бештар аз 12 моҳро ташкил медиҳад. бо назардошти мавсимӣ ва зарур будани ҷамъоварии иттилоот мо тасмим дорем ки таҳлилро дар 2 моҳи оянда ба анҷом расонем. агар исбот шавад ки савдогарон бо маслиҳати ҳамдигар нархҳоро боло бурданд, онҳо ҷарима мешаванд. аммо то куҷо вазъ дар бозор тағйир меёбад суол барангез аст. барои мисол дар ҷаҳон талабот ба металл меафзояд. аз ин рӯ муштариён омоданд бо қимати бештар онро харидорӣ намоянд. در تاجیکستان آمادگی به سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان ادامه دارد که قرار است 10-11 ایون صورت بگیرد. مقامات میگویند ممکن است ضمن سفر دو کشور 30 سند همکاری امضا کنند. در آستانه این سفر رئیس جمهور امام علی رحمان قانونی را امضا کرد که روابط تاجیکان و ازبک ها را با کشورهای همدیگر آسان‌تر میکند. همکاران ما از ساکنان خوجند پرسیدند که از آمدن میرزیویف چه انتظاری ها دارند. ما چیز انتظار که همه دو و یه پرزیدنت کشور همه خیلی کنند که آینده تاجیکستان و ازبکستان
با خواهر و دادر باشته پیشتر دوستی مستحکم شدن و پیشتر نقشان همین انتظار. البته خوب میشد اگر امروز که قرغیزها تمامی هم بارها هم شهروندان تاجیکستان با طریق این کشور سفر کردنش را محدود کرده است. در این حالت خوب میشد تاشکند یک دالان یک کریدور برای شهروندان تاجیکستان کشاید که شهروندان تاجیکستان با طریق این کشور به سیوم کشور سفر کند. Shavkat Mirziyoyev tashrifini ما xursandman. Intizorım O'zbekiston. Mohi Mo'mba qarib 25 ta qishloq o'zbek. Hammasi 25 ta. Hamma maktab o'zbek zamonida Tojikiston dars oldi. Mohi shmo istarafshan. Istarafshan. Mo'l va man tashrif omadim O'zbekiston aloqa nasb kunadi. اقتصادیات جمهوری ازبکستان و اقتصادیات جمهوری تاجیکستان از یکدیگر وابستگی دارد و در همبستگی اقتصادیات هم جمهوری ازبکستان و هم جمهوری تاجیکستان رشد میکند و ما از این امیدوار هستیم و فکر میکنم که گشوده شدن راهها و گشوده شدن راه آهن بین قوقن و خوجند و خوجند و بیکاباد و گشوده شدن راه آهن از بیکاباد تا استقلال که شهری صنعتی به حساب می رود برای منفعت هر دو دولت می باشد و فکر میکنم که بعد سفر میرزیویف همکاری ها باز هم رشد میکنند. بیننده عزیز، ما فردا درباره سفر شوکت میرزیویف به تاجیکستان گزارش و خبرها خواهیم داشت و شما را از جزئیات سندهایی که امضا میشوند آگاه میکنیم. خدمات حفظ طبیعت کنیا، یک کشور افریقایی، میگویند سال 2020 در ممنوعگاه‌های این کشور یگان کرکدن را غیرقانونی شکار نکردند که در 12 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. برای نشان دادن این پیشرفت، حالا مقامات کنیا نخستین حساب سرشمار عالم حیوانات در کشور را آغاز کردند و برای پاسبانان ممنوعگاه واگن‌های سیار نیز ساختند تا کارشان آسان‌تر شود. کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد. خدمات حفظ طبیعت کنیا میگوید نظارت سخت نگذاشت که هیچ کرکدن سال گذشته غیر قانونی شکار شود. حالا مقامات میخواهند بار اول تمام جانوران کنیا را حساب کنند که تا کجا زیاد شدند. ما استراتژی نو پیش گرفتیم برای پاسبانان ممنوعگاه‌ها سرپناه می‌سازیم، وسایل کار می‌دهیم، چه اسلحه باشد چه لباس مخصوص، لباس گرم، تا توانند همه وقت برای کار آماده باشند. پاسبان‌های واحد نظارت کرکدن‌ها در ممنوعگاه ملی نیروبی دیگر از خیمه‌های کهنه خلاص شدند. یکی از آنها میگوید سرپناه نو کار و نظارت ممنوعگاه را آسان و زود کرده است. حالا صبح بر وقت میخیزید، خوراک تیار میکنید، میبرایید و از پس پاسبانی میشوید. نه مثل پیشینه که از خیمه بیرون میاید و میروید آب میارید دیگر. بینید ما بشکه‌های آب داریم. سال 2019 هم بیشتر از 2 میلیون سیاح به کنیا رفتند و اکثریت برای دیدن کرکدن‌های نادر که در ورطه نابودی هستند. فوق‌العاده عالی است که شکاری غیرقانونی نشده است. این ممنوعگاه بسیار خوب پاسبانی می شود، دیگرانش نه چندان. کرکدن‌ها را برای شاخهایشان شکار می‌کنند که در بازارهای آسیا 1 کیلوی آن $60,000 است، چون آن را دوای برای تقویت نیروی مردی می‌شمارند. بنابر شکار غیرقانونی در کنیا از سال 1960 تا سال 1990 تعداد کرکدن‌های سیاه 97% کم شده است. آن زمان 20,000 کرکدن بود، حالا چند صد تا مانده است. نظارت و محافظت امکان داد که سرشمار کرکدن‌ها از 1200 بگذرد. بیننده ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. گزارش های جالب دیگر در سامانه azadi.org و صفحه آزادی ویدیو گذاشته شدند. تا ملاقات در نشر بعدی، خدا نگهدارتان.